مورد این آقایون چی بوده؟ مورد اینا شب پیش بچهای تخصصی تجسسمون بر اساس اون منابع مخبرینی که خبر رسید بس اول آدمربایی مطرح بود که اتباع خارجی رو میگیرن از خانواده‌هاشون تحت عنوانی که تو ایران گروگان گرفته شدن و اگر پول به حسابشون واریز نشه به قول معروف براشون خطرات احتمالی در نظر میگن. بعد بچه‌ها که بررسی کردن توی فلکه آب این 2 نفر اصلی رو گرفتن. از طریق این 2 نفر به مابقیشون که توی امام رضا 18 پاتوق بودن تعداد 13 نفر از اتباع که معمولا تو رنج سنی بین 18 تا 22 سال هم هستن. این آقا پسرعمویی داشته در تهران که یک عمویی داره در ژاپن زندگی میکنه. پسرعموش از تهران دعوت میکنه بیا اینجا برای کار و میاره اینجا. اینو حالا مجاب میکنه. یه نفر اولی که آمد اینجا شاکی شد که بیا یه همچین کاری بکن. اینا رو میبردن مجاب میکردن بدنشون رو برهنه میکردن و حالا خودش تو گوشیش عکساش بود میگفت ساختگیه. صورت کبودیایی رو صورت و بدن و اونا رو مجاب میکردن که اینا گروگانن و از اینا مبالغی میگرفتن. فکر میکنم $3000 یا $30000 از عموش گرفته بودین. پسرعموی شما بود دیگه؟ پسرعموی من بود. آره پسرعموت بود. چقدر گرفتی از عموش؟ چقدر واریز کرد؟ چه مبلغ؟ واسه خودم بود $3000. $3000. با خانواده‌هاشون تماس میگرفتن که ما توسط ایرانی گروگان گرفته شده. ایرانی که مقیم قبرس هستن. دیگه مبالغ بین $3000 $2000 $1500 از خانواده اینو اخاذی میکردن به حساب اون 2 نفر اصلی واریز میشده. بعد تماس تصویری هم میگرفتن، فیلم هم میگرفتن که در حال مثلا کتک خوردن هستن یا کتک خوردن. هر کدوم از این زیرشاخه‌ها باز اطرافیانشون رو می آوردن و مجاب میکردن به این کار. حالا بازجویاشون هم همه هست اینجا که همه تماس میگرفتن با خانواده‌هاشون که خارج از کشورن که اگر این مبالغ رو واریز بکنین که ما رو رها گروگان گرفته شدیم. حالا هر کدوم 2800 تا 3000 تا به اساس دلار. حالا ما طریق اون مدارکی که تو خونه‌اش ما مستندش هم هست پیدا کردیم. این یک شرکت هرمیه چون جزواتشون کامل هست، کلاس آموزشیشون هست، اون هرمشون کامل مشخصه، اعضاشون مشخصه. اینا فقط از همین طریق ترسوندن خانواده هاشون که ما تو ایران گروگان گرفته شدیم پول میگرفتن به خاطر اون بحث سرشاخه هاشون و زیر مجموعه هاشون. شما خودت پسرم تعریف کن چی شد قضیه؟ خب من اول تهران بودم اونجا کار میکردم. خب آقا نجیب بهم زنگ زد گفت بیا مشهد اینجا کار از کار رستوران 8 تومن میده. 8 میلیون تومان در ماه. 8 میلیون تومان در ماه. 2 دقیقه هم داره. فقط شام گردن خودم اومدم اینجا. خب صبح شد گفتم بریم سر کار. گفت کارم اینجاست. اولش من نفهمیدم. خب اینجا نشستیم و سر چپتر آوردن مطالعه کنیم و کتاب و همین تا بالا. خب اونا رو خوندیم و این جلساتی برگزار میشه در مورد نتورک. یعنی ما نتورک کار میکنیم و همین جور چیزا. شما چقدر پول داده بودی پسرم؟ 3000 تا. چی شد با اینا آشنا شدی شما؟ رفیقم دوستم زنگ زد بهم بیکار بودم. گفتم کار رو بهم جور کن. گفت بیا مشهد کار هست دیگه. وقت اومدم دیگه دیدم شرکت کیونت خودم به رضایت خودم قبول کردم. آره. نه مطالعه نکردی پسرم یه تحقیقی بکنی ببینی خیلی از کسا مثل شما قبلا آمدن گرفتار شدن؟ تحقیق کردم. اون شرکت تو مالزی بود و چیزایی که اینا نشون دادن همه درست بود دیگه. من با وجود اون خودم قبول کردم. یه چیزایی اونا دارن. وقتی میخوام ببینید ما میخوام کلاهبرداری بکنیم که نمیایم که مثلا من بیام به شما بگم که بسم الله الرحمن الرحیم من یه کلاهبردارم، یه کارایی انجام میدم، یه بساطی رو راه میندازم که آخرش منتج به این میشه که پول شما رو من ور میدارم میبرم میرم دنبال کارم. بعد 3 روز یک کمپانی برام باز شد روش به اسم کیونت. میگفتن این کمپانی اسمش کیونت، شما اگه بخوای عضو بشی باید مبلغ بپردازی و ایجنسی بخری. شما عضو این شرکت هرمی شدی دیگه، درسته؟ آره دیگه. برای شما حسابی باز کردن. اون بحثایی که همیشه انجام میدن. ببینید این شرکت کیونت که این پسر ما داره میگه، این شرکت کیونت همون بود که چند وقت پیش همکار جناب سنگ حسینی رئیس دایره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان ایشون بارها راجع به این شرکت هشدار دادن. کلاهبردارای قبلی تا اونجایی که یادمه از یکی از استانهای جنوبی کشور آمده بودن. اون افرادی که آمده بودن اینجا و قربانی ها هم همینجور، یعنی 2 نفر مثلا از اونها آمده بودن اینجا یه مجموعی رو راه انداخته بودن، کلی از هم ولایتی های خودشون کشیده بودن به بهانه کار مشهد و اونها رو متاسفانه سرکیسه میکردن. اما ببین این چیزی که مورد شما الان تفاوت داره با اونای دیگه، بس این آدمرباییه که گفتم با خانواده‌های شما تماس گرفتن و ادعای آدمربایی کردن. اون چیه قضیهش؟
اون قضیه نمیدونم، از من نه عکسی گرفتن نه فیلمی، نه منو تهدید کردن. در تحقیقات از متهمان مشخص شد که روش کار این باند بدین صورت بوده که ابتدا یکی از اعضای باند که تبعه بیگانه بوده یکی از هموطنان خودش رو که دارای دو ویژگی باشه رو شناسایی میکرده که اول یک بستگان متمول در خارج از کشور داشته باشه و دوم فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران باشه. گوشی شما توش پر عکس برهنه کبود جوانای مثل خودت بود. قضیهش چیه؟ فقط یک عکس بود. از قضیهشون بود که میخواست خانوادهش پول نمیفرست، به خاطر خانواده خودش گفت عکس بفرسته به افغانستان، پول بفرسته برام که من وارد سیستم بشم. آره. یعنی مثلا برهنه شد، بعد میگن حالت کبودی اینا داشته دیگه، درسته؟ حالت کبودی نداشت، اون عکس درست شد. درسته، مثلا فتوشاپ و اینا، یا نه مثلا واکس مالیدن، نمیدونم یه کار این مدل فتوشاپ بوده. درست. و سپس به بهانه مختلف اون فرد رو به مخفیگاه می‌بردن و در اون مخفیگاه حبسش می‌کردن و سپس عکس‌های نیمه برهنه از وی تهیه می‌کردن و با استفاده از برنامه‌های فتوشاپ آثار ضرب خوردگی رو با عکس اضافه و سپس اون رو به یکی از بستگان قربانی که در خارج از کشور سکونت داشته می‌فرستادن و مدعی می‌شدن که فردی یاد شده توسط ایرانی‌ها به گروگان گرفته شده و تقاضای وجه نقد به صورت دلار رو هم می‌کردن. فرستاده بود برای خانواده‌اش که مثلا آقا به داد من برسین، منو کجا گروگان گرفتن؟ گفت من پیش قاچاقبرم. من پیش قاچاقبرم. در کجا؟ ایران یا قبرس؟ قبرس. که البته گفتین ایرانی‌ها ادعا کرده، ایرانیایی که در قبرسن. بله. کجا بود؟ فلکه امام رضا بود دیگه. امام رضا. این به بعد فلکه امام رضا، این زلش میگیم قبرس دیگه. بله. بعد از پرداخت وجه توسط بستگان، سرشبکه این شرکت هرمی قسمت اعظم وجه رو خودش برمی داشته و بقیه رو بین اعضای شبکه تقسیم می‌کرده و از قربانی می‌خواستن که وی نیز عضو شبکه هرمی شده و یکی از آشنایان خودش رو که اون دو ویژگی رو داشته باشه رو معرفی کنن و بدین ترتیب از منافع نامشروع اخاذی استفاده می‌کردن که افراد دستگیر شده همگی از این طریق به دام افتاده بودن و از این طریق از 1 نفر به 13 نفر افزایش پیدا کرده بودن. شما زیر شاخه‌هات کیا بودن؟ پسرعمومه. خب پس بریم سراغ ایشون. خب آقای پسرعمو، شما رفتی شدی زیر شاخه ایشون، درسته؟ نه. بعد میدونی شرکت هرمی میگن مشکلش چیه؟ میگن اونایی که اون بالان سود میبرن، اونایی که اون پایینن که قاعده هرمه که بیشتره همیشه ضرر میکنن. نه اونطور نیست. اینطور نیست؟ شما همچنان با اون شرکت خوشبینی؟ آره. در این پرونده‌ای که توسط پلیس مشهد مقدس به بهترین شکل ممکن شروع و خاتمه یافت یک باند شبکه هرمی که اتباع بیگانه با این باند اخاذی می‌کردن رو متلاشی کردیم و 15 تن از اعضای اون رو که از اتباع بیگانه فاقد مدارک اقامتی بودن رو هم دستگیر کردیم و تحویل مراجع قضایی شد. مثلا برای خودشون نمودار تهیه کردن. بله. مثلا نشان خریدن گوشه آیفون 7 پلاس به رنگ مشکی به قیمت $250 که اینجا زدن. مثلا گرفتن یک کفش به مارک فلان. بس خونه تو ترکیه است. مثلا این عکسای ماشینایی که مثلا حالا تو ذهنشون هست و تو رویاشونه که مثلا به ماشینا میرسن. مثلا این ماشین مثلا حالا خدمت شما تو رویاهاشون هست. این اسمش منم بلد نوشته چشمانداز رفتن به سوئیس. خب من فکر میکنم آخرش هم به این میرسن. آخرش به پوشی دیگه هیچ. دقیقاً این دو تا صفحه میشه. یه تعداد زیادیشون متضرر میشن، یه تعدادی که بالای اون هرمن سود میبرن، مخصوصا اون شرکت اصلی زیر مجموعه هم فنا میشه دیگه، به فنا میان، اون سرمایه‌شون از دست میره دیگه.